سلام علیک بچه ها، حالتون چطوره؟ خوب هستی؟ این آقا تپزه دوست خوب منه، گفت میخوام یه خود کارو بذارم کنار اما یه هدیه واسه این کریسمس بچه ها بکنم. تو رو خیلی دوست دارن، بیا واسه این بچه ها یه ویدیو بکن حال کنم. گفتم نوکرتم، چاکرتم، حتما این کارو میکنم که این سایت اندش بشه. بالاخره پارسال کریسمس بود، یادم میاد رفته بودم آلمان پیش دوستان، با هم دیگه رفتیم دیسکو دیدیم همه تولید ها میرن. گفتم اینا مثلا این بچه سوسودا لاتای آلمان هم؟ گفتم استغفرالله، منو میگی؟ رفتم پیش یه بچه سوسود، زدم تو گوشش، گفتم بیشو تو مثلا بچه لاتی، اصلا این لات بازیه. تا اومد بزنه تو گوشم جا خالی دادم خورد به یکی دیگه شروع کردن هم دیگه بزن، منم لای همشون پایین داشتم زد میشدم و این چیزا. دست یه دختر رو گرفتم رفتم توالت، خواستم تجاوزش کنم، شروع کن بکن، ببینم نه اصلا خوشش میاد، تجاوز نیست واسش. هی میگه جرم بده، منم میکنم. انقدر خندیدم، بچه ها بیرون دارن میزنن، من دارم این دخترها رو تجاوز میکنم، خوششم میاد. آخر آبو ریختم بهش و دیگه رفتم بیرون، دیدم همه در تو پارن و گفتم خاک تو سرتون کنن که عرضه دختر کردن نداری، واسه ما دادبازی علکی میکنی، خاک تو سرتون. آره اینم داستان آلمان ما بود دیگه. بالاخره مواظب باشید امسال کریسمس میشه، دادبازی علکی نکنید، باید دخترها رو بکنید، حال کنید، خوشحال بشید بچه ها. خوشحال شدم، نوکر همتون بار هستم، انشالله به زودی تپرزه خودش برمیگرده، حال کنید باش. اوکی؟ کریسمس خوب، هدیه خوب به هم دیگه بدید، خوش باشید. خداحافظ بچه ها.